با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و همراهان کانال روانشناسی تغییر. امروز سومین اپیزود از مبحث روانشناسی استیصال رو خدمتون تقدیم میکنم. قبل از شروع ازتون خواهش میکنم اگر که تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید این کار رو لطفاً بکنید و ویدیوها رو لایک کنید. اینجوری کانال و ویدیوها بهتر و بیشتر دیده میشه و اینکه شما هم به محض اینکه محتوای آپلود بشه در جریان قرار میگیرید. برای پیشنهادات، انتقادات و سوالاتی که جنبه عمومی داره میتونید از کامنت ها استفاده کنید. اگر سوالی دارید که جنبه خصوصی داره لطفاً به ایمیل آدرس تغییر روانشناسی @gmail.com ایمیل بدید تا مستقیما به دست روانشناس کانال برسه و ایشون سوال شما رو به صورت خصوصی جواب بدن. ممنون از اینکه امروز هم با ما هستید. فصل 4: انسان به مثابه موجود طبیعی اجتماعی. در سنت مارکسی انسان هم موجودی صرفاً زیستی است و هم صرفاً اجتماعی. انسان موجودی طبیعی اجتماعی است، موجودی که طبیعتش تنها در بستر رابطه با دیگران و در فرایند کار شکل میگیره. این نگاه نقطه مقابل روانشناسی بورژواییه که انسان رو به فردی منزوی دارای ذهنی درونی و جدا از جهان برونی تقلیل میده. در این فصل تلاش میکنم نشون بدم که چرا فهم انسان بدون فهم کار، هیجان، بدن و جامعه ممکن نیست و چرا روانشناسی تغییر و تغییر روانشناسی باید مبتنی بر انسانی زیستی، تاریخی، اجتماعی باشه. کار در اندیشه مارکس فعالیت نوعی انسانه، فعالیتی که در اون انسان خودش رو از انواع دیگه جدا میکنه و در جهان عینیت میبخشه. طبیعت رو دگرگون میکنه و در این دگرگونی خودش نیز دگرگون میشه. کار زنده رابطه انسان با جهانه، اون هم در رابطه‌ای آفریننده. انسان در کار توانایی‌های بالقوه خودش رو برخلاف دیگر انواع میتونه بالفعل کنه و از خلال این بالفعل سازی نوعیت خودش رو باز تعریف میکنه. از همین روی که بیگانگی از کار بیگانگی از خوده، زیرا هنگامی که کار از انسان جدا میشه انسان از امکان تحقق نوعیت خودش محروم میشه. اما انسان تنها از طریق کار ساخته نمیشه. هیجان‌ها، بدن و زیستپایه عاطفی نیز در شکل‌گیری نوع انسان نقش بنیادی دارند. تامکینز نشون میده که افکت ها نه صرفاً واکنش های زیستی بلکه بنیان های انگیزشی و ارتباطی انسانن. افکت ها پلی هستن میان بدن و جامعه، میان زیستپایه و تاریخ. اونا نه فقط بنیاد تجربه فردی بلکه مواد خامی هستند که فرهنگ، قدرت و ساختارهای اجتماعی اونا رو سازمان میدن، شکل میدن و حتی سرکوب میکنن. این پیوند میان زیستپایه و اجتماع همون چیزیه که روانشناسی بورژوایی سعی در نفهمیدنش میکنه. در این روانشناسی هیجان یا به ترکیب شیمیایی تقلیل پیدا میکنه یا به الگوی شناختی، در حالی که در نگاه مارکسی هیجان بخشی از رابطه انسان با جهانه، رابطه‌ای که در کار، در بدن، در زبان و در تاریخ شکل میگیره. هیجان‌ها در دل مناسبات اجتماعی و طبقاتی تجربه میشن. شرم، ترس، خشم، امید، ناامیدی و لذت همگی به درخواست روابط مسلط قدرت شکل و مفهوم پیدا میکنن. ابزاری که چنان قابلیت انطباقی دارن که
هم امکان بقا رو در سخت‌ترین مناسبات انسانی و طبیعی فراهم می‌کنند و هم رنجی رو که از دل همین مناسبات تاریخی بر انسان تحمیل میشه رو آشکار می‌سازند. ذات اجتماعی نوع انسان نیز در بستر همین دو نوع ویژگی توان دانستن و دانستن را فراهم میکنه و همین توان دانستن کار رو به عنوان ویژگی اصلی نوع انسان رقم میزنه. انسان موجودیه که تنها در تعامل با دیگران میتونه زندگی خودشو سازمان بده. در غیر این صورت امکان ادامه بقا رو نداره. این تاریخ طبیعی اجتماعی گونه انسان نشون داده که این رابطه عاطفی مادی تاریخی در این سیر اجتماعی خود طبقاتی شده. به همین دلیل میتوان دید که حتی قبل از اون که کودک وارد فرایند یادگیری بشه، هیجان‌های پایه‌ای مانند خشم، ترس، شرم، علاقه، لذت، کنجکاوی و آرامش در اون فعالن. هیجان‌هایی که در ابتدا نه محصول آموزش بلکه بخشی از سازمان زیستی انسانند. اما همین هیجان‌های به ظاهر ذاتی و ژنتیکی تنها در بستر رابطه با دیگری محتوا پیدا می‌کنند. کودک بدون دیگری نمیتونه زنده بمونه، زبان بیاموزه، نمیتونه هیجان‌هاش رو تنظیم کنه، نمیتونه آموزش و کار بیاموزه و نمیتونه خودش رو به عنوان سوژه اجتماعی بشناسه. از همین رویه که مارکس و انگلز میگن ذات انسان نه در فرد بلکه در مجموعه روابط اجتماعی اوست. زیرا اونچه در سطح زیستی طبیعی به صورت بالقوه وجود داره تنها در رابطه اجتماعی بالفعل میشه. انسان از این منظر موجودی ذاتاً اجتماعیه، نه به معنای اخلاقی یا آرمانی بلکه به معنای مادی و تاریخی وابستگی متقابل. این نگاه روانشناسی تغییر رو به روانشناسی زیستی تاریخی اجتماعی تبدیل میکنه. زیستی زیرا جسم انسانی افکت ها و نیازهای مادی واقعی هستند و از اونجا که وجود بیولوژیک انسان بدون یادگیری های اولیه با تولید نوع انسانی همراه بنیادی اجتماعی دارن و اختلال در اونها میتونه موانع جدی برای بقا ایجاد کنه. از همین منظره که کودک تازه متولد شده موجودی اجتماعیه، موجودی که ابزارهای اولیه ارتباط جمعی رو با خودش داره، مثل گریستن، خشم، لذت و غیره، و بدون اونا نمیتونه زنده بمونه. تاریخی زیرا نوع انسان با تمام ویژگی‌های بیولوژیکی اجتماعی خودش در تاریخ مناسبات دوران خود دانستن‌ها رو میدونه و بر اساس اونها خود منطبق با دوران ساخته میشه و به همین دلیل از دوران تحمیل آگاهانه ساختار طبقاتی هیچ تجربه‌ای بیرون از تاریخ مبارزاتیش برای بقا در این ساختارها وجود نداره. اجتماعی زیرا انسان همانگونه که بارها گفته شده تنها در رابطه با دیگران میتونه هستی اجتماعی خودشو تداوم ببخشه. این سه ساحت در یک همتنیدگی دیالکتیکی وجود دارن و هر روانشناسی و یا جامعه شناسی که یکی از اونا رو حذف کنه ناگزیر به فردی سازی رنج و پنهان سازی ساختار اجتماعی میرسه. به بیان دیگه روانشناسی تغییر باید بتونه نشون بده که چگونه بدن، هیجان، کار و جامعه در یکدیگر تنیدن. چگونه شرم طبقاتی، ترس ساختاری، خشم سرکوب شده و امید جمعی همگی ریشه در مناسبات مادی دارند و چگونه رهایی در بازسازی رابطه انسان با کار، با دیگری
و با جامعه ممکن میشه. این روانشناسی تغییره. فصل 5: از هیجان جمعی تا انفعال سیاسی. توده مردم در نگاه نخست مجموعه از افراد به نظر میرسه. جمعیتی که در یک مکان گرد اومدن یا در یک لحظه تاریخی واکنش مشترکی نشون میدن. اما از منظر تاریخی طبقاتی، توده شکلی از سازمان یافتگی هیجان، ادراک و کنشه، شکلی که در دل مناسبات قدرت ساخته میشه و در لحظه های بحران خودشو آشکار میکنه. توده نه مردم است و نه طبقه، نه جمعیت است و نه ملت. توده شکلی از بودن جمعیه که در اون فردیت فرو میریزه، مرزهای شخصی محو میشه و هیجان جای آگاهی رو میگیره. برای فهم توده باید تفاوت اون رو با مفاهیمی چون مردم، طبقه و جمعیت روشن کرد. مردم مفهومی سیاسیه که در روایت‌های بورژوایی به گونه‌ای غیر طبقاتی به کار میره. مجموعه‌ای از افراد که گویی تنها در ویژگی‌های فردی با همدیگه تفاوت دارن. جمعیت مفهومی آماری است. مجموعه‌ای از بدنها که میتونیم اونا رو اندازه‌گیری، طبقه بندی و مدیریت کنیم. طبقه مفهومی تاریخی مادیه. مجموعه‌ای از انسان‌ها که در مناسبات تولیدی مشخص و مشترک قرار دارن. گروهی که برای بقای خود ناگزیر به فروش نیروی کار خود هستند و گروهی که برای بقا به عنوان یک طبقه ناگزیر به خرید همون نیروی کارند. توده در هیچ یک از این مفاهیم نمی گنجه. توده زمانی پدید میاد که رابطه فرد با طبقه، با تاریخ و با امکان کنش گسسته میشه و فرد در یک هیجان جمعی حل میشه. هیجان جمعی یکی از بنیادی ترین سازوکارهای شکل‌گیری توده است. هیجان در توده تجربه انتقالی است، از فرد به فرد منتقل و شدت میگیره و به نیرویی تبدیل میشه که میتونه جمع رو به حرکت در بیاره یا در خود فرو ببره. این هیجان خودجوش نیست. در بستر رسانه ها، اسطوره ها، روایت های ملی، تصاویر، نمادها و حتی سکوت های جمعی سازمان پیدا میکنه. روایت و اسطوره بورژوایی و یا حتی ما قبل بورژوازی در این مفهوم جایگاهی مرکزی دارند. اسطوره ها سازوکارهایی برای سازماندهی ادراک جمعی اند. جهان رو ساده می کنند، تضادها رو پنهان می سازند و نقش طبقه رو از صحنه روایت و اسطوره حذف می کنند. روایت ها نیز شکست رو طبیعی جلوه میدن. ناتوانی رو به ویژگی ذاتی انسان تبدیل میکنن و شرم طبقاتی رو در بدن جمعی رسوب میدن. شرم طبقاتی یکی از قدرتمندترین ابزارهای مهندسی توده است، زیرا فرد رو از امکان کنش جمعی محروم میکنه و اونو در موقعیتی قرار میده که تنها راه نجات رو در سازگاری با نظم موجود میبینه. رسانه ها نقش دوگانه ای دارن، یکی تولید هیجان جمعی توده‌ای و دیگری مدیریت اون. رسانه ها با تکرار تصاویر، روایت ها و نمادها توده رو در یک وضعیت برنامه ریزی شده هیجانی نگه می‌دارن. وضعیتی که در اون تفکر انتقادی دشوار میشه و فرد به جای تحلیل و تصمیم واکنش نشون میده. این واکنش پذیری همون چیزیه که قدرت برای مدیریت توده به اون نیاز داره. توده واکنش پذیر که مبتنی بر برنامه عمل میکنه قابل پیش بینیه و توده قابل پیش بینی قابل مدیریت و کنترل.
پرسش اینه که توده چگونه به جمعیتی قابل مدیریت تبدیل میشه؟ نوربرت الیاس نشون میده که پاسخ در پیوند میان هیجان و قدرت نهفته است. قدرت برای مدیریت توده نخست هیجان رو از آگاهی جدا میکنه. توده رو در وضعیت هیجانی نگه میداره و همزمان امکان کنش جمعی رو از اون میگیره. این کار از طریق روایت‌های شکست، شرم طبقاتی، اسطوره‌های ملی، رسانه‌های انبوه و سازوکارهای انضباطی انجام میشه. توده‌ای که در هیجان غوطه‌وره اما از تاریخ خود طبقه جدا شده به راحتی قابل مدیریته. هیجان داره اما جهت نداره. انرژی داره اما سازمان نداره. خشم داره اما آگاهی طبقاتی لازم رو برای تغییر نداره. اون چه در این فصل روشن شد اینه که توده چگونه ساخته میشه، چگونه هیجانش مهندسی میشه، چگونه روایت ها و اسطوره ها اونو شکل میدن و چگونه قدرت حاکم از این هیجان برای تولید انفعال سیاسی بهره میگیره. فهم این سازوکارها نخستین گام برای بازسازی سوژه جمعیه. سوژه‌ای که بتونه از دل توده طبقاتی بیرون بیاد و دوباره امکان پراتیک اجتماعی رو بازیابه. خب دوستان، این بود فصول 4 و 5 از مبحث روانشناسی استیصال. اگه خاطرتون باشه در اپیزود 2 این مبحث خدمتتون عرض کرده بودم، چون تعداد زیادی از دوستان تقاضا کرده بودن که اگر میشه محتوا رو برای یه اپیزود کوتاه‌تر بکنیم و زمان ویدیوها رو کمتر بکنیم. به همین دلیل در اپیزود قبلی ما فقط یک فصل رو انجام دادیم. بعد از اینکه انتشار پیدا کرد این دفعه بسیاری از دوستان اعتراض کردن که نه این خیلی کمه و میتونه بیشتر باشه. به همین دلیل برخلاف اپیزود اول که مقدمه و پیشگفتار رو داشتیم و 2 فصل و دوستانی گفته بودن که خیلی طولانیه، و این اپیزود قبلی که ما فقط یک فصل رو خدمتتون تقدیم کردیم، در این اپیزود 2 فصل رو خدمتتون تقدیم کردم. امیدوارم که از این روند راضی بوده باشید و با پیشنهاداتتون به بهتر شدن ما کمک کنید. ممنون از اینکه با ما بودید. شب و روزتون خوش هر جای دنیا که هستید.